حکومت خودش باید داند که کی رشوه میگیرد، کی میگیرد، سطح بلند میگیرد، پایین میگیرد. البته یک ارگان‌های مخصوص باشن که آنها رو نظارت برند. همه دست خودشون برایم بازداشت نمیشده است. دست خودشون همه شد. البته میگیرن با این قدر مبلغی که دولت برای اونها جدا کرده است، آنها نمیتوانند این قدر آشیانه های بلند سازند. البته هست بازداشت نمیشوند. اون کارگران امنیت است و جواب گویند به این سوال. شما چی فکر دارید خودتون؟ من فکر دارم باید دستگیر کنم، باید تفتیش کنم، همه برابر باید باشد. منصبداران کلان خودشون وظیفه است کی بازداشت کنه او را دیگه. چون بالای وظیفه بلند است، چون کرسی بلند خودشون را کی بازداشت میکنه دیگه هیچ کس. میدونید چند امیل دارد. یکی از امیل‌های اساسیش این نپاتیزم است، یعنی خشونت‌بارچگی، نپاتیزم. این هم تاثیر میرساند که مثلا منصبداران بلندپایه را نمیتوانند با جوابگری بکشند. منصبداران پست البته که از مسائل نپاتیزم کمی دور و جدا هستند و اونقدر موقع و جایگاهشان عمیق نیست، یعنی جایگاهی خاصی ندارند. با همین خاطر آنها را به جوابگری میکشند. هست بازداشت‌شوی هست نه که باید با طریق زندانی نه با دیگر راه مثال با کدام راه؟ با راه‌های مبلغ با آنها را رشوه داده جان خود را خلاص میکنند. باید ذکر کنم که با جوابگری نکشیدن آنها اگر با بالای جرمشان یک چادری رو بپوشاند و از چشم همه پنهان بماند، این طور نیست. در اصل زندگی آنها، دارایی‌های آنها، ثروت آنها و طرز زیست فرزندانشان باری دیگر ثابت میکند که این همه دارایی‌ها را آنها البته که با راه مهنت و یک معاش به دست نآوردند. این هیچگاه از نظرها پوشیده نمیماند، چون که میگویند آفتاب را با دامان پوشانده نمیشود. فریب، دروغ، مکر، رشوه ستانی و سرمایه با راه غیر به دست آمده را نیز نمیتوان رویش رو پوشوند. به نظر من همین منصبدارای مقصد به خاطری که بازداشت نمیکنن برای که ویا هم منصبدار خودشون همین کار رو نظارت میکنن، همین چیزا خودشون مقصد بگیم چیزا کارگیری هم مقصد خودشون میگیرن با خودشون همین چیزا بگیم نظارت میکنن، نه کسی دیگه نمیتونه به خاطر منصب بودشون.